اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. معاون اداری ریاست الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی از سرک پل خشتی الا پل باغ عمومی و از دکانهای فلزی کنار دریای کابل دیدن نمود. آقای حنفی در این دیدار به حل مشکلات دکانداران، پیشوران و باشندگان محل اطمینان داده است. مسئولین ریاست مستوفیت بامیان میگوید در سال 1401 هجری شمسی بیش از 120 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نمودند که به خزانه دولت سپرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید افغانستان و ازبکستان در سال 1402 هجری شمسی به اساس یک تفاهم نامه مشترک بالای 6 پروژه بزرگ کار آغاز خواهند کرد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید از طریق دهلیز هوایی بسته 100 تن کمک‌های طبی به کابل رسیده است. اتحادیه اروپا تعهد نموده که به افغان‌های نیازمند به کمک‌های خویش ادامه می‌دهند. وزارت دفاع ملی میگوید در قلوردوی 205 البدر 1050 میل اسلحه مختلف النوع ترمیم شده که برای استفاده آماده میباشد. شاروالی کابل میگوید اتحادیه افغان‌های مقیم فنلند برای شاروالی کابل 500 نهال زینتی کمک نمودند. نیروهای امنیتی حوزه 15 3 تن را به اتهام سرقت موتر دستگیر نمودند. قاری فصیح الدین فطرت لویدرستیز قوای مسلح میگوید نظامیان اداره پیشین که بعد از پیروزی امارت اسلامی در جاهای خویش باقی ماندند و صداقت خویش را به امارت اسلامی وانمود نمودند اکنون در وظایفشان هستند و از ظرفیتشان استفاده میشوند. دکانداران مارکت تجارتی خدیجه الکبرای بلخ خرسند هستند که از سوی امارت اسلامی برایشان زمینه کار مساعد شده است.